علیکم دوستان عزیز. امروز ما به خواننده‌موزه شاعر و دراماتورگ تاجیک فیض‌الله انصاری مهمان شدیم، تماشا کردیم و خواستیم به شما نیز نشان دهیم. این خواننده‌موزه در دهه 90 نایه پنجکند جای دارد. من استاد رسمی خودشان در اینجا هم برایشان دیپلم و افتخارنامه و در اینجا صندلی گذاشته شده است با کتاب ها، صورت های با عبدالله رودکی، فیض‌الله انصاری، کمال خوجندی، لایق شیرعلی،